نشان برنجیه که درخشش انتظاری ها آرزو کرد، عملی کرد. امیدی ما را برای شهباز سعید ابراروف تقدیم شد. سعید ابراروف پهلوی رقیبان ایستاده است. شهبازی که باور کامل است که آینده نشان طلا هم می‌آورد. این روز دور نیست پهلوانان عزیز، دیگر مخلصان، این روز دور نیست که شهباز نشان طلا هم می‌آورد، چون که در قلبی و حس ملی تاجیکی جوش میزند. حالا پرچم جمهوری تاجیکستان و این مقدسات ملی کشور قطار دیگر پرچم ها در تفلیس گرجستان بلند برداشته می شود. به خاطر کی؟ به خاطر شان و شرف، به خاطر چنین مردان دلیر بهادران تاجیک، به خاطر شهباز سعید ابراروف می شود. باز هم میگم به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خاره بود گل دسته گردد. در حالی که ما همه برای گل دسته می رویم، پس باید گل دسته را شایسته باشیم. در اینجا گشتی گرفتن دیگر است، اینجا به خاطر مخلصان، اما در مقیاس جهان برآمد کردن و آبروی تاجیکستان را بلند برداشتن دیگر است. ما هم کفگوبی میکنیم به خاطر که در اینجا پهلوان جوان تاجیک شهباز سعید ابراروف قطار دیگر پهلوانان کشورهای آذربایجان، ازبکستان و میزبان به خاطر پرچم جمهوری تاجیکستان جلو داد و اما هم در پهلوی رقیبان است. حالا گلچنبر به زمین گذاشته است و نامی او هم در اینجا ثبت میگردد با پرچم کشورمان. سعید ابراروف شهبازی که امید و آرزوی مردم تاجیک را، مردم انتظار بودند، خیلی ما انتظار بودیم. شبکه ورزش هم اکنون دوستان عزیز این انتظار نزدیک به نشان طلا هم است که برای مخلصان فقط شما حلاوت برید. همانا صفت HD نشان برنجی می شود طلایی و شرق تاجیکی است. از مراسم سپردن تحفه ها به نبرد پهلوانانی تا 66 کیلو می رویم. اینجا 22 سال دارد